سلام بچه ها، خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از چنل من عنایت پلیر تیوی. من عنایت هستم. بریم سراغ یه ویدیو چالیش که سیزن پس اومده. 40 تا سکه واسه ورودیش میخواست که من پرداخت کردم و بریم یه ویدیوی خوب بگیریم و برگردیم. بچه چالشمون هم اینه که فقط میتونیم بازیکنایی که تو لیگ برتر انگلیس بازی کردن اونا رو بیاریم، مثلا آلند، رونالدو، نمیدونم لوکا مودریچ. اینا قبلا تو لیگ برتر انگلیس بازی کردن، حالا که الان هم هست، ولی این باپا، وینی، رودریگو اینا رو نمیتونیم برداریم. بریم سراغ ویدیو. ترکیب 5-1-2-1-1-1 فکر کنم. آره اینو میزنیم که از بین اینا الکساندر ایساک و دیاگو ژوتایی که اینا هستن که من ژوتا رو برمیدارم به خاطر صورت بالاش. اینجا هم کی آورده؟ داوید رایا بازی کرده، گوایاردیول و این ستایی که این ور هستن سمت راست من. این ستا تو انگلیس بازی میکنن. هری مگوایر و آکانجی که آکانجی رو برمیداریم. از بین اینا لندلوف بازی میکنه. از اینا همین دفاعی تاتنهام هست و دفاعی آرسنال بود که نشد دیگه. از اینجا هم که آرون ون بساکا بازی میکنه دیگه. این یکی هستش بازی میکنه، نمیدونم تو چه تیمیه ولی دیدمش تو تیمای لیگ برتر. از بین اینا هیچ کدوم. آها، این یارو تو منچستر بود، همین امسال رفت ناپولی. و اینجا هم که هیچ کی رو نیاورده دیگه. بچه مجبوریم پایین ترین اوورال رو برداریم، چون چالشمون اینجوری که اگه بازیکنایی که قبلا تو لیگ برتر بوده نیاورد تو بین این 6 تا، باید پایین ترین اوورال رو برداریم. پایین ترین اوورال ما هم که این آغاز برش میداریم، کریستیانو رونالدو رو میاره برش میداریم. از بین اینا هم که هیچ کدوم فکر کنم بازی نکردن یا کردن یا ما نمیدونیم، زیاد آشنایی نداریم باشون. حتما تو کامنت ها بگید که از اینا کدومش تو لیگ برتر قبلا بازی کرده، چون من پایین ترین اوورال برمیدارم چون خودم نمیدونم. دیاگو دالو، حسین مزراوی، این یارو ژاپنیه و این میسون گرین بود که قبلا بازی کرده تو منچستر. 3 تا منچستری برده و به خاطر اوورال خوبش ما هم اونو برداشتیم دیگه. کیه؟ مانویل اوگارته. از بین اینا هم اینو برمیداریم. بازم رشفورد و این یارو هستش. رشفورد یکم افت کرده ولی چون بازیکن صورتیه ما برش داشتیم. بریم سراغ ادامه ویدیو بچه ها. ببخشید. خب باید 7 تا بازی بدونی باخت انجام بدیم تو مرحله آخر 30 تا سکه نصیبمون میشه بچه ها. بریم ببینیم چیکار میکنیم. ترکیبمونو میزنیم چیکار کنیم. جای این مانویل بارتو درسته. رشفورد رو میذاریم این ورم به خاطر اینکه این صورتش بالاست میذاریم اینجا. مانویل بارتو هم صورتش کمه، بازیکن‌ها صورتی باشه بهتره تو این بازی ها. کاش اون ترکیب 4-1-4-1 برمی داشتیم، خیلی خوب بود اون. خب بچه ها زیاد درف نزنیم، بریم سراغ ویدیو. آخر ویدیو بیتان میگم که کجا حذف شدیم یا اصلا رسیدیم فینال و بردیم. اینا رو همه رو براتون گزارش میدم. بریم سراغ ویدیو. خب بچه ها ما رسیدیم به آخرین مرحله. همه رو بردیم، همینطور که این زیر دارید نگاه میکنید همه رو بردیم. رئال رو بردیم، منسیتی رو بردیم دیگه، رئال سوسیداد رو بردیم، تاتنهام رو بردیم دیگه. کی بود؟ پورتو بود، میلان بود. اینا رو همه رو بردیم. خوردیم به منچستر یونایتد تو فینال. بریم که اینم بازی کنیم، آخری بازی ببینیم نتیجهش چی میشه. آیا میتونیم فینال هم برنده بشیم؟ 30 تا
این سکه ها رو برداریم، چی الماس ها رو ببخشید. البته یه چیز دیگه هم بود که من اول ویدیو گفتم سیلدم، پس دریم درفته، ببخشید، معذرت خواهی میکنم. دست شما درد نکنه از حمایتاتون. انشالله که بتونیم برنده بشیم، بریم آخری ویدیو ببینیم که چی میشه. خب بچه ها، اینم آخری ویدیو که منچستر یونایتد رو 1-0 بردیم و قهرمان شدیم. بریم ببینیم جایزمون چند تا سکه بود. 50 تا الماس بهمون داده. ببخشید من به جای الماس میگم سکه، یادم میره، یکم ذهنم مشغوله. که اینم از چالش ما. بریم، فقط 10 تا سکه بهمون اضافه شد. یعنی این همه زحمت بکش فقط واسه 10 تا سکه. 7 تا بازی انجام میدی، اینقدر زحمت میکشی، فقط 10 تا الماس بهتون میده، تموم. خب دمتون گرمه. فالو یادتون نره چی، ببخشید سابسکرایب کنید، تو فالو کنید این اینستاگرام و اینا، فالو کنید، زنگولاش هم بزنید که هر وقت ویدیو گذاشتیم براتون خبر بده یوتیوب. دمتون گرمه. خدا نگهدار تا ویدیوی بعدی.